سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، در تجربه حیات زندگی یگان که شما همین گونه گذشتگی است که بعضی وقت برادرها پول میپرسند، پولشون نمیتی، خفه میشوند و اما این مدت چند که میگذره و بعدا آشتی میشه با هم رود گپ میزنه مثل سابق موره. و اما بعضی برادرها پول میتی، وقتی پول طلب میکنی هم خفه میشه و هم قطعیت گپ نمیزنه و هم پول هم نمیته. آیا همین گونه رفیق برادر داریم؟ به همونها روون شدیم. عموما مقصد که در همین دور زمان خوبتر و بهترش قرض نتین، اگر بتونین خاص به خاطر الله کمک کنین. اما بعضی برادرها هستن سبحان الله پولشون میتی به دست میتی و با پا میدوی. این حال همون دور زمانه. اگر که با خدای نخواسته عصبت ویران شایگان چی سیاستش کنی با میرود در بالات زیولین مینویسه که اون مرا اوگرجت کیسته. سبحان الله. الله نگهبان باشه ما و شما را از این گونه یار رفیق. الله همه ما و شما را از گیرد اطرافان این گونه یار رفیق ها را دور کنه و اگر در گیرد اطرافمان باشه. با اون خاطر در انتخاب یار رفیق و دوست حرکت کنین، خطا نکنین که اونها ضرر کلان میرسانند هم در جامعه و هم در شما. الله نگهبانتان باشه. برای خودتان دوست مگیرین مگر که مؤمن را طعام شما را نخره مگر که اهل تقوا. السلام علیکم.